دوستان عزیزم سلام، امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب باشه. من سیروان رحیمی هستم. توی این ویدیو میخوایم با هم یک کاستوم دیالوگ خیلی خوشگل رو با هم کار کنیم. خب دوستان عزیزم، اول باید توضیح بدم که دیالوگ چیه و چه کاری رو انجام میده. دیالوگ یک صفحه پیغامه که ما میتونیم به مخاطبمون توی اپلیکیشنمون یه پیغامی رو برسونیم. این پیغام میتونه هشدار باشه، میتونه پیغام تبریک باشه، مثلا بعد از خرید کردن بگیم که خرید شما با موفقیت انجام شد، یا میتونه یه اخطار باشه که بگه مثلا شما اینترنتتون وصل نیست یا هر چیز دیگه ای. و ما توی این پروژهمون از تکست ویو، ایمیج ویو، کارت ویو و باتن استفاده میکنیم و به این باتنمون یک استایل خاصی رو میخوایم بدیم و با هم کار کنیم. یه پروژه تازه ایجاد میکنم، یه اسمی براش تعیین میکنم با زبان برنامه‌نویسی جاوا. منتظر میمونم تا لود اولیه پروژهمون انجام بشه. اولین کاری که من قراره الان انجام بدم اینه که داخل لیاوت اکتیویتی مین یک دکمه ایجاد کنم. دکمه‌مون رو ایجاد میکنم با عرض مچ پرنت، یعنی کل صفحه رو بگیره، و با ارتفاع رپ کانتنت، یعنی هر چقدر فضا نیاز داره، و یه آیدی هم بهش اختصاص میدم. اسم آیدی رو میزنم btn show my dialog، که وقتی روی این دیالوگ کلیک بشه، وقتی روی این دکمه کلیک بشه میخوایم دیالوگ ما رو نمایش بده. حالا بیایید با استایل های این دکمه‌مون بیشتر آشنا بشیم. یه تکست استایل بهش اضافه میکنم و بولد میزنم تا متنی که قراره توش نمایش بدم به حالت بولد در بیاد. یه تکستم برای همین دکمه ایجاد میکنم، یه متنی مینویسم که من اینجا نوشتم دیالوگ من رو نشون بده، و بعد سایزش رو هم براش ست میکنم. میایم تو قسمت مین اکتیویتی جاوا و اونجا میخوام به این دکمه دستور بدیم که وقتی که روی اون کلیک شد چه کاری انجام بده. اینجا من تعریف میکنم که یه باتن دارم و اسمش رو میذارم btn show my dialog. حالا نوبت کست کردن این دکمه‌مونه find view by id r.id.btn show my dialog، و بهش دستور میدم که وقتی که روی این دکمه کلیک شد چه کاری رو انجام بده. set on click listener new on click listener. حالا نوبت اینه که ما توی قسمت لیاوت هامون یه لایه جدید ایجاد میکنم برای دیالوگمون. یه اسم برای این لیاوتم تعریف میکنم، اسمش رو میذارم دیالوگ گرین. اوکی رو میزنم. حالا توی این صفحه‌ای که برای من باز شده توی قسمت دیزاین از قسمت جستجو من کارد ویو رو سرچ میکنم و دکمه دانلود رو میزنم تا دانلود بشه. باید از فیلتر شکن یا از سایت شکن که یکی از ابزارهای فیلتر شکن ایرانیه مجاز استفاده میکنیم، و برای اینکه مطمئن بشیم اضافه شده توی گرادل میبینیم که پروژمون این کارد ویو بهش اضافه شده. حالا برای اطمینان بیشتر اینجا من گزینه کارد ویو رو مینویسم و میبینیم که حالا من دسترسی دارم به کارد ویو و میتونم ازش استفاده کنم. به جای لینیر لیاوت از کارد ویو استفاده میکنم. میخوام این صفحه رو مرتب کنم با کلید ترکیبی کنترل آلت و ال. میتونم این عملیات مرتب سازی رو من انجام بدم. خب اینجا من عرض و ارتفاعش رو مسپرنت میدم تا به اندازه کل صفحه والد رو بپوشونه. همچنین من اینجا یه مارجین بهش میدم به اندازه 10 dp
تا از طرفین به اندازه 10 دیپی فاصله بگیره. مارجین رو کمی بیشتر میکنم، روی 20 دیپی میذارم تا کمی مشهودتر باشه. حالا بعد این من میخوام یه کارت کورنر ریدیوس بدم، به این دلیل که میخوام به گوشه هاش یه حالت خمی شکل بدم، گوشه هاش خمیده باشه، گوشه هاش بدون زاویه باشه. زاویه گوشه هاشو با کارت کورنر ریدیوس میتونیم به مقداری که بدیم خم کنیم و همچنین کارت الیویشن میتونیم بهش یه سایه‌ای بدیم به دوروبر کارویوم. حالا من اینجا میام توی کالر هامون و رنگ هایی رو که نیاز دارم رو میخوام بهش اضافه کنم. یه چیز جالبی رو الان که بخوام بهتون آموزش بدم اینه که از کلید ترکیبی کنترل دی میشه به جای کنترل سی و کنترل وی زدن استفاده کنیم. به جای اینکه کنترل سی بزنیم بعد کنترل وی یک باره میتونیم از کنترل دی برای کپی کردن استفاده کنیم و توی پروژه هامون خیلی به درد میخوره. اینجا من رنگ هایی رو که بهش توی این پروژه نیاز دارم رو اضافه میکنم. رنگ سفید، رنگ سبز روشن، رنگ سبز تیره و رنگ قرمز روشن و رنگ قرمز تیره و همچنین رنگ مشکی. رنگ بلک مشکی، چون میخوام رنگش نزدیک به مشکی باشه اینو عوض میکنم به near to black، یعنی نزدیک به مشکی. color near to black. حالا یه رنگ نزدیک به مشکی براش انتخاب میکنم و برای قرمز روشن از یک قرمز تیره انتخاب میکنم. حالا برای قرمز روشن و همچنین برای سبز تیره سبز روشن و رنگ سفید. این سه تا رنگ اصلی هم که باهاش کاری ندارم و تغییر نمیدم. حالا میام برمیگردم به کارت ویومون و اینجا من یک بک‌گراند کالر بهش اضافه میکنم، کارت بک‌گراند کالر، و همین رنگ سبز کمرنگه رو بهش میدم. یه لینیر لیات داخل همین کارت ویو ایجاد میکنم با عرض و ارتفاع مچ پرنت که کل کارت ویو رو بپوشونه و یه اورینتیشن ورتیکال بهش میدم تا در حالت عمودی هر چیزی که داخل این لینیر لیات قرار میدم پشت سر هم قرار بگیره. یه تکست ویو داخل لینیر لیات ایجاد میکنم با عرض و ارتفاع رپ کانتنت تا دقیقاً هر اندازه که فضا نیاز داره فضا رو اشغال کنه، نه بیشتر و نه کمتر. بعد یه تکستی بهش اضافه میکنم. اینجا من یه چیزی مینویسم، شما هر چی دلتون میخواد بنویسید. برای تایتلمونه و میخوام چون یه سایزی بهش میدم، چون بزرگه تایتل میخوام بزرگ باشه، یه سایزی 36 SP بهش میدم و میخوام یه کمی ظاهر کلوفتی بگیره. تکست استایلش رو بولد میکنم. یه کمی فکر کنم سایزش بزرگه، کوچیکترش میکنم 26 SP فکر کنم مناسبه. حالا اینجا من میخوام بیاد وسط صفحه گراویتیش رو سنتر میکنم. بله درسته. به لینیر لیاتمونم میگم که گراویتیش سنتر باشه تا هر المانی داخل این لینیر لیات قرار میگیره بیاد وسط صفحه به همین شکل. حالا نوبت اینه که از ایمیج ویو استفاده کنم. عرض و ارتفاع رپ کانتنت میزنم، SRC براش ست میکنم،
میام تو پوشه دراوبل، کلیک راست میکنم، نیو میزنم، ویکتور استتس میزنم و یه آیکونی از کتابخونه‌ای که از قبل برای من آماده شده توسط اندروید استودیو ازش استفاده میکنم. من از این شکل ابر استفاده میکنم و اندازش رو تغییر میدم به 48 دی پی. آدرسش رو اینجا توی src می نویسم. هر عکسی که دلتون میخواد میتونید اضافه کنید اینجا، ولی من همین عکس رو کافی میدونم. از همون تکست ویو بالایی یه کپی میگیرم، فقط سایز تکست سایزش رو تغییر میدم به 18 SP و حالت بولد هم نمیخوام باشه. اینجا تکستش رو عوض میکنم، یه دیسکریپشن، یه توضیحات چیزی می نویسم اینجا. برای این که این متنی رو که الان نوشتم واسط چین بشه، گراویتی سنتر بهش میدم. زیر این تکست ویو میخوام یه دکمه قرار بدم. می نویسم باتن، ارزش رو مچ پرنت میذارم و ارتفاعش رو رپ کانتنت که ارزش کل والدش رو بپوشونه و ارتفاعش هم هر اندازه که فضا نیاز داره. یه آیدی هم براش ست میکنم، می نویسم btn underline بله underline inside dialog. من همیشه عادت دارم که می نویسم btn به معنی این که این آیدی که قرار دارم باطن دکمه است و اینساید دیالوگ هم به خاطر اینه که میزنم که این دکمه داخل این دیالوگ قرار داره که بعدا قاطی نشه با آیدی های دیگه ای که دارم. یه تکستی هم براش ست میکنم، اینجا من میزنم می نویسم بله میخوام شرکت کنم و یه سایزی هم به این تکستمون میدم، می نویسم تکست سایز و 24 SP خوبه براش. آره. همچنین میخوام یه بکگراند براش ست کنم و نمیخوام از رنگ ها استفاده کنم، میخوام یه ظاهر بهتری به بکگراندم بدم. خودم یه بکگراند اختصاصی میسازم، روی پوشه دراوبل کلیک راست میکنم، نیو میزنم و دراوبل ریسورس فایل رو میزنم، یه اسمی براش تعیین میکنم برای این بکگراندم، مینویسم بکگراند گرین، یعنی این بکگراند سبزمونه، تغییرش میدم به شیپ و اینجا کدهایی رو که نیاز دارم رو بهش اضافه میکنم. بیایید با هم این کارا رو انجام بدیم. می نویسم shape rectangle، یعنی این یه مستطیل باید باشه. حالا یه چیز دیگه که بهش اضافه میکنم reduce به خاطر گوشه هاشه که میخوام گردی داشته باشه، گوشه هاش خم باشه گوشه هاش و 40 دی پی بهش میدم. تا بیشتر بدید خمیش بیشتره، تا کمتر بدید کمتره. و اینجا کالر بهش میدم
همون رنگ سبز تیره‌ای که براش ست کردم رو اینجا بهش میدم. ببین این شکلی شد. اینجا میبینید که به اندازه 40 دی پی گوشه هاش کج خمی داره و رنگش هم سبز تیره بهش دادم. و همینجا از این بک‌گراند استفاده میکنم. کافیه بنویسم اسم بک‌گراند رو بنویسم و آدرس drawable.btn background green میاد. تکستش مشکی تغییر میدم به سفید. تکست کالرش رو وایت میکنم، سفید میکنم. حالا نوبت اینه که بالا سمت چپ میخوام یه ضرب در اضافه کنم که وقتی که روش کلیک بشه این دیالوگه بسته بشه. یه ایمیج ویو میزنم و رپ کانتنت میزنم و روی دراوبل ها وکتور اسست رو میزنم و اینجا توی این آیکون ها کلوز رو سرچ میکنم و همین ضرب دره که میبینید رو میاره. اندازش رو هم یکم بزرگتر 48 دی پیش میکنم و میزنم که بیاد و اینجا src رو براش ست میکنم. میزنم همین کلوزی که الان ساختم. اندازه تیترمون فکر کنم یک کمی کوچیک باشه، به همین خاطر میخوام یک کمی اندازه تکست سایزش رو تغییر بدم به 32 sp. فکر کنم 32 بهتره. آره. بعد یک کمی فاصله بگیره از پایینیه، یعنی از پایین یک کمی فاصله بهش میدم به اندازه 10 دی پی. یه مارجین باتن بهش میدم تا از ایمیج ویو 10 دی پی فاصله بگیره. بعد همونو کپی میکنم و واسه همین ایمیج ویو هم قرار میدم. برای این تکست ویو هم همین 10 دی پی کافیه. 20 دی پی فکر کنم مناسب تر باشه. حالا این دکمه مون میخوام که از چپ و راست کمی فاصله بگیره، به همین خاطر یه مارجین لفت به اندازه 15 دی پی و مارجین رایت بهش میدم به اندازه 15 دی پی. کمی فاصله بگیره و یه مارجین کلی هم به این توضیحات میدم تا از 4 طرف به اندازه 10 دی پی فاصله بگیره. الان ظاهرش فکر کنم خیلی بهتر شد. این ایمیج ویو که برای بستن میخوام ازش استفاده کنم هم میخوام از چپ و بالا مارجین بهش بدم به اندازه 10 دی پی تا یک کمی بیاد داخل تر. حالا نوبت اینه که به این ایمیج ویو آیدی بدم. یه آیدی بهش میدم تا توی فایل جاوا بهش دستور بدم. میخوام این دستور رو بهش بدم که وقتی که روش کلیک شد دیالوگمون بسته بشه. اینجا می نویسم آیدیشو می نویسم ایمیج ویو close inside dialog و چک میکنم ببینم به دکمه مون آیدی دادم. بله آیدی دادم. اینجا ما میبینیم که دکمه ای که داریم فقط بهش گفتیم که ستان کلیک لیسنر کردیم، نیو آن کلیک لیسنر و بهش نگفتیم دقیقا چه کار کنه. این دکمه مونه وقتی که روش کلیک بشه میخوایم که دیالوگمون رو باز کنه که هنوز بهش دستور نداریم. من یه بک‌گراند براش عوض کنم که یه ظاهر بهتری داشته باشه. تکست کالر و بک‌گراندش رو عوض میکنم کمی ظاهرش بهتر بشه و حالا میخوام وقتی که روی اون دکمه کلیک شد این دیالوگ باز بشه. من اینجا دیالوگم رو تعریف میکنم، میگم که یه دیالوگ میخوام که اسمش رو میزنم دیالوگ گرین، یعنی دیالوگ سبز. و اینجا توی آنکریت میخوام ازش یه شیئی بسازم. اینجا من میگم وقتی که روی این دکمه کلیک شد چه کار کنه. میخوام یه متد براش بسازم. وقتی که روی دکمه کلیک شد
متد show my green dialog اجرا بشه. هنوز ما این متد رو نداریم، میسازیمش، اینجا ایمپورتش میکنیم و میگیم توی همین مین اکتیویتی بساز. اینجا میگیم ما دیالوگ گرین ازش نیو میکنیم، یه شیء جدید ازش میسازیم، یه کانتکست از ما میخواد که ما مین اکتیویتی رو بهش پاس میدیم. حالا میخوایم لیاوتی که داره رو بهش وصل کنیم. میگیم دیالوگ گرین دات ست کانتنت ویو و آدرس لیاوتی که براش طراحی کردیم رو بهش میدیم r.layout.dialoggreen. فقط یادمون نره این دیالوگی که الان لایه‌اش رو بهش وصل کردیم و ازش یه شیء جدید ساختیم، لازمه که ما آخر سر دیالوگ دات شو رو بزنیم تا دیالوگمون بتونه نمایش داده بشه. این یادمون نره، خیلی مهمه، به همین خاطر همین الان می نویسم. یه دکمه داریم که اسمش btn close برای بسته شدن دیالوگ میخواستیم ازش استفاده کنیم و یه دکمه دیگه هم داریم به اسم btn yes، همونی که سبز رنگ بود و میخواستیم وقتی که دکمه yes رو زدن یه کاری انجام بده. حالا ما میخوایم به btn close بگیم که مساوی است با دیالوگ گرین. منظورمون اینه که داخل دیالوگ گرین dot find view by id ایدیشو پیدا کن. میگیم که ایدیش میشه ایمیج ویو کلوز. یادم رفت این کلوزمون از جنس باتن نبود، از جنس ایمیج ویو. اینجا من تعریف میکنم ایمیج ویوی دارم که اسمش رو میذارم ایمیج ویو کلوز و اینجا اینجا تغییر میدم به ایمیج ویو کلاس که میگم توی دیالوگ گرینه که find view با id کن r.id.imageViewClass. حالا میگم دکمه yes دارم که توی دیالوگ گرینه find view با id کن r.id.btn. بله دیالوگ این سایت دیالوگ رو میزنم. الان فقط بهش معرفی کردم که همچین دکمه هایی و همچین ایمیج ویوی توی این دیالوگمون دارم، وگرنه بهش فعلا نگفتم. الان من میخوام به ایمیج ویو کلوز بگم که وقتی که روش کلیک شد چه کاری انجام بده. میگیم این دیالوگ گرینه رو دیسمیس کن، یعنی ببند، به همین راحتی. و به دکمه yes میگم، به دکمه سبز رنگمون میگم وقتی که روش کلیک شد set on click listener new on click listener. وقتی که روش کلیک شد این هم چه کاری انجام بده؟ میخوایم یه توستی نشون بده، مثلا یه توست نشون بده و بگه که بله شرکت میکنم در همین، بله شرکت میکنم کافیه. بهش میگیم که یه توستی نشون بده، به همین راحتی، چیز خاص دیگه ای نداره و این متد show my green dialog با این کار اجرا میشه. حالا بیایم پروژه رو با هم اجرا کنیم. منتظر میمونم تا اجرا بشه. روی دکمه کلیک میکنم، دکمه‌ای که دکمه قرمز رنگی روش کلیک میکنم و دیالوگ اومد. الان ظاهری که داره ظاهری نیست که مد نظر ماست، یه حاشیه سفید رنگی داره که زیاد جالب نیست. برای اینکه ما این حاشیه رو از بین ببریم یه کدی بهش اضافه میکنیم و بهش میگیم که این به جای رنگ سفید از ترانسپرنت که به معنی بیرنگه استفاده کن. برای این کار هم ما میایم توی دیالوگی که ازش استفاده کردن، از اون قسمتی که دیالوگ رو نیو کردیم، اینجا می نویسم ترانسپرنت کردن این دیالوگه که بعداً مشخص باشه که این تغییرات رو کجا انجام بدم.
transparent background. اینجا به فارسی توضیح میدم. حالا ما میخوایم این سفید رنگه رو تغییر بدیم و به جاش اصلا رنگ نیاد، هیچ رنگی رو نمیخوایم ظاهر بشه. ترانسپرنت همین کار رو انجام میده. به همین منظور ما این دیالوگ رو صدا میزنیم و get ویندو میکنیم و بهش میگیم که بکگراند براش ست میکنیم که نیو کالر دراوبل و اینجا از کتابخونه خود اندروید گرافیکس کالر کلاس کالر رو میارم و ادامهش رو اینجا می نویسم دات ترانسپرنت، میگم کالر دات ترانسپرنت ظاهر بشه. اینو می نویسم و این باعث میشه که بکگراندی که ما داریم حذف بشه. ببینیم درست کار میکنه. بله درست کار میکنه، ولی بازم ظاهر اون ظاهری نیست که ما میخوایم باشه. یه کمی میخوایم مرتب تر باشه. ما میخوایم این دیالوگمون تمام صفحه بشه. به همین خاطر اونجایی که ما بهش کانتکست دادیم و یه و اضافه میکنیم و مینویسیم اندروید دات r دات style، یعنی از کتابخونه خود اندروید پوشه استایل و تمپلیت فول اسکرین رو بهش اضافه میکنیم. با این کار باعث میشه که دیالوگمون فول اسکرین بشه، تمام صفحه بشه. ما بهش 20 دی پی فاصله دادیم، باید 20 دی پی هم از طرفین فاصله بگیره. میتونیم این مارجینه رو که بهش دادیم حذف کنیم، ولی به نظر خودم این ظاهره اینطوری بهتره. امتحان میکنیم، دقیقا همون چیزی شد که میخواستیم بشه. ممنون از این که با ما همراه بودید. به سایت ما سر بزنید به نشانی yadamde.com. جدیدترین ویدیوهای آموزشی اندروید رو توی سایت یادمده ببینید. با تشکر.